خوش اومدیم به این ویدیو از کانال من. امروز میخوام بهتون یه خونه نشون بدم که همیشه میدونید نمیدونید که بعد از تمام کردن مرحله‌اش درونش چه اتفاقی میفته. پس بی معطلی بریم سراغ ویدیو. ما دربارش میخوایم حرف بزنیم. خونه تورنوه که وقتی داشتین مرحله‌اش انجام میدادین درونش هیچی نبوده، یه خونه معمولی بود. اما خیلی از شما نمیدونید که بعد از تمام کردن مرحله‌اش چه اتفاقی توش میفته. ببینید وقتی میرین درونش این همه وسیله درونش هست. بعضیتون شاید بگین ماده، ولی نه، وقتی مراحل تورنو رو تمام کردین میتونین بیاین خودتون امتحان کنین. یا فکر کنم مراحل تورنو تمام شدن مراحل تورنو نباشه، اصلا خود جی سن آندرستون باید تمام کنین تا بیاین ببینید. هرچی از دروغ نمیگم، من الان جی تی سن آندرس هم کامله و اینکه میتونید همشون رو امتحان کنید. سب کنید مثلا اون مینیگامون این ردیاب داره، ماشینا رو تشخیص میده. هر موقع این سیاه شد میتونید بزنید ردیابش میکنه. الان 2 ستاره شدیم چون اینجا کلی ماشین رد میشه. اینم همون گانیه که اولین بار با تروس تستش کردیم، همون که آتیش میده همه چی رو. این آقا پلیس رو آتیش بدیم. باز RPG هم هست. و الان باید بخونیم تا اینو دوباره اعزار بشه و ستاره پلیسمون هم کم بشه. خب ببینید دوباره اومده. اینم مینیگانه که 500 تا درونش هست. بچه اگه لایک این ویدیو به 50 تا برسه، من مکانهای مخفی مینیگانم براتون میذارم تا ویدیوی دیگر بدید.